پادشاه خواب می‌بیند که در یک صحرا در سر یک مرده ایستاده است و خواهش شستن اوست. درستش برای شستن همان جسد آماده است. در حال بیدار می شود و وزیر عاقلش را پرسان می شود که تعبیر خوابش چیست. وزیر خواهش می کند که به آن صحرا همراه روند و درستی سر این حال را در جایش یابند. وقتی که به همان جای در خواب دیده می آیند، می بینند که آدمان بسیار جمع آمدند. آدمان از مرده ناراضگی بیان داشتند. این آدم همیشه به کارهای ناشایان مشغول بود. هر روز شراب می نوشید، خانه‌اش از فاحشه ها پر بود. حال آنکه در خانه زوجه‌اش هست، از او هم شرم نداشته یک سله فاحشه ها و یک بغل شراب را گرفته هر شب به خانه‌اش می برد. وزیر به پادشاه گفت: شاهم، خواب شما ناحق نمی شود. در خوابتان چه سری هست؟ بیایید به یگان کنار ما را نمی شناخته این جسد را برده پاک شویم و جنازه اش را خوانیم. پادشاه راضی شد، ولی اول خاندان این را خبر دهیم گویان راه به سوی خانه مرده گرفتند. در را زنی سال خورده کشاد و وزیر و پادشاه را به خانه دعوت کرد. القصه آن زن بود و شد واقعه را نقل کرد. شوهرم آدم بسیار با ایمان بود. با استاگی مشغول بودند. مزد هر روزه کار کردهشان را گرفته از شرابخانه شراب بسیار می خریدند تا با میزدگان کم شراب رسد و یک چند فاحشه ها را جمع کرده خانه می آوردند. شراب ها را امر می کردند تا به جویبار ریخته نابود کنم. با فاحشه ها مزد گرفتهشان را داده و من امر می کرد که به آنها تا سحر نصیحت کنم. بسیاری فاحشه ها به راه راست در آمده از ما شکرگزار می شدند. اساسش آنکه وقتی من پرسیدم: ای خواجه‌ام، همه همسایه ها و خیش شما را چون آدم بیراه فکر می کنند. پگاه اگر جان به جبار بسپارید کی آمده شما را گروچوب می کند؟ آنگاه جواب دادند: خدا خواهد مرده مرا پادشاه می شوید، تو غم نخور. بله عزیزان دل، در حیات همین گونه هم می شود. آدمی را که ما نمی دانیم به او بهای خطا می دهیم.